70 روز مونده تا انتشار فصل سوم اسکوید گیم. If you can hear this message, congratulations. Welcome to the fourth game. کلی عکس و فیلم و تئوری های جدید و جذاب. The Death Train. You can pick your horse now and watch them kill each other. بر اساس اعلام رسمی نتفلیکس فصل سوم اسکوید گیم 27 ژوئن یعنی 6 تیر پخش میشه. تو این ویدیو میخوام کلی عکس و فیلم جدید که از این سریال اومده و کلی تئوری جدید بهتون بگم. پس بریم با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. Player 456 must finish the game as a punishment for his foolish hero act. I'm not a horse. I'm a person. And I will bring this place down. If you want to protect others, you must become the next frontman. اول از تئوریا شروع کنیم، بعد بریم سراغ عکس‌ها، چون تئوریا خیلی جذاب‌تره. تئوری اول میگه تانوس یعنی بازیکن شماره 230 پسر یکی از VIP های بازی بوده که واسه سرگرمی اومده وارد بازی شده و اما توی فصل بعدی قراره به عنوان یه VIP جدید به بازی برگرده. اونایی که این تئوری رو مطرح کردن براش دلیلم دارن. یکی از دلایلی که این تئوری رو ثابت میکنه اینه که یه نفر به بازیکن شماره 456 یعنی همین گیهون شخصیت اصلی بازی پیام میده و ازش میپرسه تانوس واقعا مرده و اون میگه نه، منتظر باشید. اینکه این پیام واقعیه یا نه رو نمیدونیم، ولی کل سوشال مدیا ترکیده که تو فصل بعدی قراره تانوس برگرده. Thanos. تئوری دوم، عکسی که از تیزر فصل 1 پخش شد این بود که در واقع یه مثلث بین این سه تا شخصیته که آخر فصل 1 این سه تا شخصیت دور یه میز مثلثی میشینن. یعنی مهره‌های اصلی بازی این سه نفر بودن که تا آخر بازی هم بودن. اما عکسی که از تیزر فصل دوم پخش شد، این مثلث بین این سه تا بازیکنه که بازیکن دختر یعنی بازیکن شماره 222 بارداره. حالا یه تئوری هست که میگه این سه تا شخصیت مهره‌های اصلی این بازی‌ان که قراره تا آخر بازی هم باشن و گیهون قراره خودشو قربانی این مادر و بچهش بکنه تا اونا زنده بمونن. حتی توی فصل قبلم یک بازیکن بود که پیشگو و فالگیر بود، بازیکن شماره 44. به گیهون میگه که سرنوشت تو به بچه‌ای که داخل شکم این بازیکنه بستگی داره. تئوری سوم، بازیگر شماره 149 یعنی این پیرزن یکی از مغزای متفکر این بازیه. دلیلم براش دارن. دلیل اولش گیره موشه که در واقع چاقوه. نگهبانان ردیابی که داخل دندون گیهون بود و پیدا کردن. یعنی متوجه این گیرمون نشدن؟ مگه میشه؟ اما دلیل دوم که خیلی منطقی تره. توی یکی از بازی ها همه فکر میکردن که این پیرزن کشته شده. اما بازیکن شماره 1 که خودش فراتمنه میره و این پیرزن رو نجات میده. برای چی باید همچین کاری بکنه؟ به جز این دلیلی که اون پیرزن یکی از شخصیت‌های مهم توی این بازیه. حالا بریم سراغ عکس‌ها و پوستری که از فصل 3 پخش شد. توی این پوستر یه پس زمینی پر از گل رو نشون میده و یه نگهبان که داره یه بازیکن رو به سمت تابوت میبره. اگه با دقت نگاه بکنید شماره بازیکن 214 است. اما تو فصل 2 بازیکن شماره 214 یه مرد مسن با موهای سفیده که همون اول بازی هم میمیره. اما عکس تو پوستر یه مرد جوان با موهای مشکیه. حتی تو تریلری که قبلا هم پخش شده بود بازیکن شماره 100 یه مرد جوان با موهای مشکیه، در صورتی که تو فصل 2 بازیکن شماره 100 یه مرد مسن با موهای سفید و چاقه که نشون میده احتمالاً بازیکن‌ها تو فصل بعدی قرار عوض بشن. چند تا تئوری دیگه درباره فصل 3 بازیایی که قرار تو فصل بعدی انجام بشه، حتی اسکوید گیم تو دنیای واقعی ویدیوشو براتون ساختم، لینکشو اینجا میذارم اگه دوست داشتین نگاه کنید. اگر تا اینجای ویدیو رو هم دوست داشتین ممنون میشم ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید. بریم با هم دیگه عکس‌ها رو ببینیم.
با این تصویر از گیهون شروع بکنیم که گیهون روی زمین نشسته و با دستبند دستش رو به یه میله فولادی بستنگی تشک هم بالاش قرار داره که مشخص داخل اتاق بازیکناست. یه تئوری هست که میگه به خاطر شورشی که گیهون رو انداخته بود اونو داخل اتاق بازی بستن که یه جورایی تنبیهش بکنن و وادارش کنن تماشا بکنه که بازیکنای دیگه چجوری دارن رنج میکشن و میمیرن. اما فردی که جلوی گیهون وایساده و داره اینقدر با نفرت بهش نگاه میکنه احتمالاً فراتمنه که نقابش رو برداشته و گیهون متوجه شده که اون کیه، که اگه این کارو کرده باشه هدفش اینه که گیهون رو شریک خودش بکنه و فراتمن بعدی اون باشه. این یه تئوری خیلی قویه چون خیلی‌ها معتقدن گیهون تو فصل بعدی دیگه خسته و ناامید میشه، به خصوص وقتی متوجه میشه هوانگ ایهو، کسی که خیلی بهش اعتماد داشته، حتی تو شورش آخرین مهمات باقی مونده رو بهش داده، خودش یه فراتمن بوده. هوانگ گیهون رو متقاعد میکنه که آدما ارزش نجات دادن ندارن چون اونا خودخواه و حریصن. حتی توی مصاحبه هم از گیهون میپرسن که تو فصل بعدی قرار فراتمن باشی و اون هر دو تا دکمه آره و نه رو فشار میده که یه جورایی دیگه همه واقعا باورشون شده که فراتمن فصل 3 گیهونگه. اما از اونجایی که خیلی معتقدن گیهون نمیتونه آدم ظالمی باشه، این تئوری هم هست که تو فصل بعدی گیهون دوباره شورش میکنه و با برادر فراتمن که یه پلیس بود متحد میشن و این دفعه نگهبانا و VIP ها رو مجبور میکنن که بازی بکنن. اگه این کارو بکنن خیلی بازی جذابی میشه که یه جورایی به اونا نشون بده که بازی کردن با جون آدما چه احساسی داره. اما عکس دومی که از بازی اومده بیرون عکس این دختر تیراندازه که ماسکش رو درآورده و مشخصه که تو محیط بازی اسکوید گیم هم نیست. از اونجایی که برادر فراتمن یه پلیس بوده و خیلی دنبال میگشت که محیط بازی رو پیدا بکنه، احتمالاً تو این فصل محیط رو پیدا میکنه و با این دختر تیرانداز با همدیگه متحد میشن و همه اونا رو دستگیر میکنن. عکس بعدی یه تابوته که بازیکنای اصلی دور این تابوت جمع شدن و مشخصه که ناراحتن. یه تئوری میگه فردی که داخل تابوت احتمالاً گیهونگه که با فراتمن معامله کرده و برنامه‌ریزی کرده که مرگش رو جعلی نشون بده و به خاطر همین هم هست که اصلا اونا اجازه دارن در تابوت رو باز بکنن، چون تو هیچ صحنه هیچ کس این اجازه رو نداشت که در تابوت رو باز بکنه. با این کار میخواستن به بقیه نشون بدن که گیهون مرده و اونا مجبورن که شورش رو متوقف بکنن. اما یه تئوری دیگه هم هست که میگه احتمال میدن جسد داخل جعبه دوست گیهونگه که فراتمن اونو کشته، چون کسی دیگه ندیده بود که فراتمن اونو بکشه و اونا جسد رو دارن به همه نشون میدن که یه جورایی بهشون بگن اگر بخواین به شورش ادامه بدین سرنوشت شما همین میشه. تصویر بعدی که منتشر شده عکس فراتمنه توی محیط مجلل و پر از گل، مثل همون مکانی که VIP های بازی تو فصل 1 بودن و مشخصی که فراتمن با VIP نشستن دارن بازی رو تماشا میکنن که این نشون میده بازی متوقف نشده و تا فینال ادامه داشته. تصویر بعدی عکس فراتمنه که داره به ماسکش نگاه میکنه و خیلی میگن تو چهرهش پشیمونی وجود داره و شاید اون لحظه واقعا تصمیم بگیره دیگه بازی رو متوقف بکنه. من که فکر نمی‌کنم. نظر شما چیه؟ شما کدوم تئوری رو قبول دارید؟ خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایک کنید.